سلام و درود خدمت همکاران عزیز و گرامی. دوستان، در مورد قابلیت جدید پلاک‌خوانی روی محصولات سری زد لطفاً توجه داشته باشید که این قابلیت روی NVR های 20 کانال و 32 کانال و همچنین دوربین 8 مگاپیکسل پشتیبانی میشه و روی بقیه مدل ها در حال حاضر پشتیبانی نمیشه، ولی به زودی اضافه میشه. با مثال روی XVR هم اضافه شده، در حال تست هست و به زودی در واقع معرفی میشه. در مورد فرمور اینها، NVR 20 کانال و 32 کانال هر کدوم یک فرمور جداگانه برای این کار دارن که تمام قابلیت‌های قبلی روی همین فرمور هست. یعنی نیازی نیست اگه شما فیس بخواید بیاید یه فرمور بزنید و اگر LPD خواستید یک فرمور دیگه بزنید. با همون یه دونه فرمور همه قابلیت‌های قبلی و همچنین قابلیت‌های جدید مثل LPD رو همزمان روی NVR خواهید داشت. منتها در مورد دوربین به این شکل نیست. دوربینی که شما برای LPD میخواید استفاده کنید دو تا فرمور داره، یک فرمور برای فیس و یکی برای LPD. همزمان با همین دوتا توی دوربین امکان پذیر نیستش. یعنی شما اگه فرمور در واقع اگه قابلیت فیس دیتکشن بخواید، فرمور فیس رو میزنید و LPD از روی دوربین حذف میشه، و اگر قابلیت LPD بخواید فرمور LPD رو میزنید و قابلیت فیس از روی دوربین حذف میشه. و توی پورتال هم دقیقاً با همین اسامی ذخیره شده، اونی که اولش فیس هست برای فیس دیتکشنه و اونی که اولش LPD هست برای پلاک‌خوانی هست. بعد از اینکه دوربین رو آپدیت کردید حتما باید دوربین رو ریست فکتوری کنید و یک بار هم برق دوربین رو قطع کنید، یعنی کابل شبکه رو ازش بکشید، چند ثانیه صبر کنید و مجدد کابل شبکه رو بهش بزنید. این موضوع خیلی مهمه، لطفاً دقت کنید. آپدیت دوربین هم از طریق OTA امکان پذیر نیست، چون دوتا فرمور هست. امکان این که این فرمور رو توی OTA و سرور آپدیت آنلاین قرار بگیره وجود نداره. NVR رو میتونید به صورت OTA فرمور LPD رو دریافت کنید، ولی دوربین رو به صورت دستی خودتون باید آپدیت بکنید. فایل آپدیت توی پورتال هست، هم از طریق NVR، هم از طریق وب دوربین و هم از طریق ابزار فرا IP فایندر میتونید دوربیناتون رو آپدیت بکنید.